سلام ملوورسای من، حالتون چطوره؟ به ویدئوی امروز خیلی خوش اومدین. اگه من نمیشناسین، من ملورینم. اینجا هم کانالمون ملوورسه، یعنی بچه شما ملوورسین، من واسه شما اسم گذاشتم. من ملورینم، یادتون نره نگید یه وقت ملوورس. اگه دوست داری منو ساب کن، مهمون ویدیو همون باش. امروز افشاگری قسمت 8 9 10 و میخوام که راجع به یه سری افراد صحبت کنم. در ادامه با من همراه باشین، لایک ویدیو رو بزنید و حتما نظرتون رو واسم کامنت کنید. این ویدیو با دعوای ستاره و عرفان اتفاق میفته که عرفان بهش میگه تو قوری و تو فلانی و اون چیزایی که راجع به گذشته ستاره که خودش عنوان کرده بود توی اینستاشو میاره وسط عشق ابدی که فوق العاده کار بدیه و من اصلا تاییدش نمی‌کنم. ستاره تا الان شخصیت سفیدی نداشته، ولی هر شخصیتی قرار نیستش که اگه چیزی از اون شخصیت میدونیم بازش کنیم. گذشته تاریکش که دست خودش هم نبوده، درسته خودش باز کرده، درسته خودش آبروی خودش رو برده، ولی این وظیفه ما نیست. ما انسانیت داریم و هر چقدرم اون طرف فقط آدم بدی باشه، ما بهتره که سکوت کنیم به خاطر شخصیت خودمون. خیلی جالب بود برام اینجایی که ساناز اومد ستاره رو جدا کنه که نره عرفان رو زخمی کنه و تیکه تیکش کنه. ساناز فقط میخندید، یعنی داشت نجاتش میداد ستاره رو که نره تو دل داستان، فقط میخندید. فکر میکنم یه توی این قضیه متاسفانه من و ساناز اشتراک نظر داریم، به خاطر اینکه اشتراک شخصیت داریم، به خاطر اینکه منم اینجوری هم بچه تو مواقعی که نباید مثل ختمی جایی اصلا آبروت میره میخندم. این چه مریضیه؟ ساناز البته خیلی قهقهه میزد، به جای اینکه بخنده قهقهه میزد. خلاصه اون وسط هم ستاره یه لیوانی پرتاب کرد، خورد به دست امیر همایون و اونجا درگیر بود با خودش که دستش درد گرفته بود و یهو دید این اتفاق افتاده. ساناز رفت سمت شوهرش و آی شوهرم چی شد؟ لیوان پرت نکنید. خلاصه حواستون باشه لایک نکنید، تأثیرات ستاره رو منم هست. یا میبینید که از یه چیز جالب میخوام باهاتون صحبت کنم. اینجا ارسلان داشت قانع میکرد ستاره رو که آقا اصلا ربطی به ستاره نداره که ارسلان میخواد با یگانه شروع به کاپل بودن بکنه، شروع آشنایی و کاپل بکنه. داره اصلا از ستاره اجازه میگیره. ستاره هم میگه من نمیبخشم اونو، من اصلا اوکی نیستم، اون پلیده، اون منفور فلانه. و جالبیش اینه که بچه بهتره که در اومد یگانه داشت نگاه میکرد دیگه که ارسلان داشت با ستاره حرف میزد و قانعش میکرد، برگشت گفتش که یگانه غلط کرده، علنا این جمله رو به زبون آورد. یگانه هم ریلکس، انگار 100 تا قرص آرامبخش خورده، ریلکس داشت نگاه میکرد. و جالبیش اینجاست که چیزی نگفت به ارسلان. یگانه که از اینجا تا ترکیه زبون داره، از ایران تا ترکیه زبون داره، اینجا سکوت کرد و تصمیم گرفت که چیزی نگه. به نظرتون چرا؟ نظر من اینه که میخواست یه رابطه رو شروع کنه و چون یه پسر اومد سمتش میخواست نگه داره اون پسر رو و خودش رو خراب نکنه. اگر خودش رو در مقابل ارسلان اون روز خراب میکرد دیگه دکمه خروجش کاملا زده شده بود. حداقل یکی رو باید داشته باشه که ازش پشتیبانی کنه، پشتش در بیاره، ازش یه تعریف بکنه، بگه تو خوشگلی اوکی. ارسلانی که تایپش کلا دختره قد بلند بود، یهو نمیدونم چجور تغییر شخصیت داد که گفتش که قد کوتاه. اینقدرم خوب رفتار کرد و فیلمش اوکی بازی کرد که ما گفتیم که خب چه مرد جنتلمن و خفنی، چقدر خوب، چقدر عاشق یگانه شده، یهو چقدر داره خفن رفتار میکنه، یگانه رو نشونده سر جاش، این سکوت کرده، با ادب شده. دیدیم نه عزیزم، سر کار بودی، من سر کار بودم، تو هم سر کار بودی. داشت ادای محبود رو در می آورد، ادای یک مرد واقعی رو که این بازی تا آخر ادامه بده و کاپل بشه. ولی دید نه، بقیه باورشون نمیشه، یگانه نمیتونه. ولی خودش بالاخره زود از کوره در رفت و خودش اینجا باگ داد که آقا من فیکم. خیلی بد ارسلان، بد خودتو اینجا خراب کردی. اینجا حالا آخر شب بعد کلی دعوا ساناز به امیر همایون میگه که من اصلا آدم دعوایی نیستم، دعوا میبینم تن و بدنم میلرزه، اصلا با دعوا اوکی نیستم و اینا. مشخصه اصلا تا دیدی که لیوان خورد به همایون داشتی فکر میکردی که اگه به من میخورد، به دکتر دندون پزشک اگر لیوان میخورد، کل ویلا رو سرتون خراب میکردم. تو مگه کی؟ تو مگه چه شخص مهمی هستی که از دندون پزشک بالاتر باشی؟ کی هستی تو؟
و خلاصه اینجا ساناز اعصابش خورد شد و بنده خدا. قسمت 9 هم به مسخره ترین حالت ممکنش گذشت. دعواهای مسخره، فحشای مسخره. جالبیش اینه که فحشای عرفان رو سانسور نکرده بودن، فحشای ستاره رو سانسور کرده بودن. من نمیدونم چرا، من نمیفهمم چرا. دهنه خانم رو میبندین، دهنه آقا رو باز میکنید. آقا بازم دارم میگم پشت ستاره نیستم یعنی ستاره هم که اصلا یعنی کیمیا حداقل دعوا میکرد، قیافه خیلی خفنی داشت که ما حال میکردیم. ستاره نکن بابا، منفور میشی، بچه بدبخت میشی، اینجا میرزن سر داستان میشه. تو قسمت 9 قول دادن زن و شوهر رو دیدیم. دیالوگاشون چجوری بود؟ بیاید پشت هم باشیم، قول میدم به هم دیگه احترام بذاریم، به دوستای جدید، دوستای قدیمی. بعد یهو ساناز گفت پدر مادر برادر. بابا باشه فهمیدیم داداشت رو داداشت حساسی آقای دکتر محمد، باشه متوجه شدیم دیگه، اوکی. کل قسمت 9 یگانه و ارسلان داشتن حرف میزدن، یهو زدن به تیپ و تاپ هم و تصمیم گرفتن رو لحظه که کات کنن با هم. چرا؟ چون هی داشت یگانه اصرار میکرد که آقا من به خاطر فالوور اومدم اینجا میگه پیدا کنم، اوکی اگه پیدا نکردم بیرون پیدا میکنم. یهو ارسلان بهش برخورد و اون ماسکش افتاد پایین و اینجوری شد که اوکی خب من نمیتونم بات شروع کنم به رابطه. در صورتی که تو یه روز یا تو 2 روز انتظار داری که یگانه بگه نه فقط تو تا آخر عمر تو، خب تو بجنگ براش. تو اگه اون فیک نیستی و ماسک نمیزنی، تو یکم طبیعی‌تر رفتار کن، بگو یه کاری میکنم علاقه‌مند چی، از رابطمون راضی باشی، از فالوور گرفتن حتی راضی تر باشی که با من آشنا شدی. در صورتی که اینجوری نبود. بعد اینا که کات کردن و ارسلان رفت تو و واکنش نشون داد، تینا کل قسمت 9 در حال التماس کردن این قضیه بود که به همه بفهمونه، با اون قیافش به همه بفهمونه که این شکلی هم میکرد قیافشو که فقط یگانه بره، یگانه منفور از تایمی که منم ویلا اینجوری شده. تینا تو الان این وسط با کی میخوای وارد رابطه بشی؟ تو الان این وسط پلنت چیه؟ یکم یگانه رو فاکتور بگیر، از این حاشیه میخوای استفاده کنی که فالوور بگیری، چون من چون خودشون هم میدونن که چی میتونن استفاده کنن واسه فالوور. از این حاشیه میخوای فالوور بگیری، یکم بگذر، یکم اوکی باشه، یکم زوم کن رو خودت و ماهیت خودت که ما ببینیم تو 2 کلام حرف واسه گفتن داری، حرفت راجع به چیه؟ یعنی راجع به یگانه رو ول کن، یگانه رو بذار کنار. تینا هم اینجا منفور کل قسمت اجازه میگرفت دست میبرد بالا، خنده شیطانی میزد که خانم قریشی یگانه اینجوری، خانم قریشی یگانه اونجوری. باشه بابا، یگانه اصلا منفور، تو الان اینجا در اومدی بالا واسه ما، یه آدم منفوری، آدمی که فکر کنید یگانه داشت حرف میزد این اینجوری بود. چقدر آدم عقده‌ای بابا، یگانه منفوره، تو چرا خودتو داری منفور میکنی؟ ها؟ قبل اینکه سحر قریشی بیاد یهو ساناز و همایون پلن و میچینن که با هم دیگه جلوی دوربین دعوا کنن سر اینکه من یه دختر با شخصیت و خفنم، دختر به این خوبی، با احترام، با تربیت، و تو باید به محبت کنی و این انتظار من از رابطه از تو ندارم. بچه‌ها انقدری که اینا خوب بازی میکنن، هیچ بازیگری توی صنعت بازیگری نتونسته انقدر خوب بازی کنه. یعنی سحر قریشی دستش رو پشت اینجوری میبندن ساناز و همایون، میگن اصلا ما خوبیم تو بدی، تو اومدی اینجا کارو بستی جمع کردی رفتی. بازیگرای ایران الان ما یه روزی اگه برگردیم ایران، ما میتونیم تو بهترین و خفن‌ترین فیلم بازی کنیم. درست میگم خدایش یا نه؟ اینجوری قسمت‌ها رو کش میدن، ادامه میدن، حالم به هم میخوره. همین اتفاقات تو قسمت 10 هم افتاد، فقط با توجه به این که این پسر سورنا که میگن اکس رنا وارد برنامه شد، که میگن حالا حواشی داستان، من نمیدونم بچه‌ها، نگید ملورین گفت، من میگم شنیدم، حالا مطمئن نیستم. این وارد برنامه شد. بعد ارسلان و یگانه به کل با هم کات کردن. سحر قریشی خیلی تلاش داشت که اینا با هم دیگه اوکی شن، به کل کات کردن. هیچ اتفاقی دوباره نیفتاد تو این قسمت جز اینکه تینا خودشو پرت میکرد وسط هر بحثی.
من واقعا نمیفهمم چرا اینقدر یکی میتونه عقده کنه از یه نفر دیگه. حالا اون بده، اون ضررش داره به خودش میرسه، این ضررش داره به بیننده میرسه. دو روز که این میخواد مثلا هیت بگیره، تو چرا خودتو قاطی ماجراها میکنی؟ ولی بیایید غیبت رو شروع کنیم که اصلا از این پسر سورنا خوشم نمیاد. بچه آنورمال، غیر طبیعی، اصلا معلوم نیست فازش چیه. اومده بود اصلا یه حالی نگاه میکرد، من واقعا نگاهش ترسیدم. دقت کردین یه سری جای یه سری افراد رو میبینی از نگاهشون میترسی، از رفتارشون و میمیک چهرهشون میترسی. سورنا یه جوری نگاه میکرد انگار مثلا شاس میزد. بچه ها یه همچین دیدگاهی یهو برام اینجور تداعی شد، مثلا عجیب غریب. خب کلا قسمت 10 هم مزخرف، افتضاح، پر تیکه و پر داستان و دوباره یگانه موند و نمیدونم میخواد چی بشه نمیدونم، ولی اسپویل برنامه شده که یگانه اولی حذفی مونه که خودش هم باعث میشه که یعنی خودش درخواست بده که اینجا میخوام بیام بیرون، بقیه دارن اذیت هم میکنن، تیم کارگردانی هم قبول میکنن. خب بچه‌ها مرسی که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. حتما نظرتون رو راجع به صحبتام بگین و بگید کجا درست گفتم، کجا اشتباه گفتم. من از شما هم درس میگیرم بچه‌ها، عاشقتونم. اگه من حساب نداری حتما همین الان دکمه رو بزن، رو آل قرار بده و زنگوله رو فعال کن که هر وقت ویدیو گذاشتم برات بیاد. تا یه ویدیو دیگه با ملورین، خدافظ. اینم بگم ما هر هفته از اینجور صحبت ها و ویدیوها داریم، یعنی تک تک قسمت ها رو تحلیل میکنیم، اونم از دیدگاه خودم. اگه دوست داشتی بهم بگو، یا اگر دوست نداشتی بهم بگو که همون ریاکت خالی رو ادامه بدیم، یعنی ریاکت افشاگری و حالا محتوایی. اگه فقط صحبتامو دوست نداشتین حتما تو کامنت ها بهم بگید که من چجور محتوایی تولید کنم که شما بینندگان دوست داشته باشین، چون ارزش چشای شما از همه چیز مهمتره. عاشقتونم.